پناهجویان و حامیان آنها پس از توقف برنامه‌هایی که به جوامع اسکان مجدد تازه واردان را میداد، احساس سردرگمی و بنبست می‌کند. Refugees under a sponsor feel stuck after halt to programs letting communities resettle newcomers. دوستان نهایت عزیز، سلام و عرض ادب خدمت شما تقدیم. امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشین. مقاله‌ای که به تاریخ 22 فوریه 2025 به نشر رسیده. دوستان عزیز، ورود پناهجویان به ایالات متحده به سطح بی سابقه در 3 هفته گذشته رسیده بود با کمک سازمان‌های غیر انتفاعی و افراد عادی از طیف‌های سیاسی. دوستان عزیز، این معلومات در مورد پروگرام‌هایی است که تحت اسپانسرشیپ خصوصی، اگر شما شنیده باشین، مثل هیومانیتریان پارول بود، مثل ویلکم کورپس بود که گروپ 5 نفره بود و یا کسانی که از داخل امریکا، کسانی که به گرین کارت فامیل خود را ثبت و راجستر میکردن و همچنان کسانی که ویزاهای بشر دوستانه گرفته بودند. امیدوار هستم دوستانی که در این مقطع هستند و یا کیس های همچنینی دارند این ویدیو را به دقت بنگرند. بیش از 160,000 آمریکایی در تمام ایالت ها برای اسکان تازه واردان از طریق برنامه ویلکم کورپس که 2 سال پیش به عنوان یک تلاش مشترک دولتی و خصوصی راه اندازی شد ثبت نام کردند. همچنین بیش از 800,000 تازه وارد از کوبا، هایتی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، اوکراین و افغانستان با حمایت مالی از طریق ابزار قانونی به نام پروسه بشردوستانه یا هیومانیتریان پارول پذیرفته شده بودند. اما این روند با روی کار آمدن دونالد ترامپ و تصمیم فوری دولت او برای تعلیق 90 روزه برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده به طور ناگهانی متوقف شد. این اقدام هزاران پناهجوی تایید شده را سرگردان کرد، باعث کاهش نیروی انسانی سازمان‌های غیر انتفاعی شد و حامیان برنامه‌های اسکان را نسبت به آینده نامطمئن این طرح‌ها که به گفته آنان زندگیشان را غنی‌تر کرده بودند نگران ساخته بودند. دوستان عزیز، یک مقوله هست که در درون کشور امریکا پروگرام ویلکم کورپس و یا اسپانسرشیپ خصوصی از طرفدار و از حامیان زیاد برخوردار بود، به خاطر که این پروگرام ها که مهاجرین را از طریق هزینه های شخصی در درون ایالات متحده با تمام امون پروسیجرهای که باید یک مهاجر میدید دعوت میکرد. بنابراین این چند خوبی داشت. خوبی اولی که تمام نیروی کاری که ایالات متحده داشت برآورده میشد و خوبی بعدیش این بود که بار سنگین بودجه مالی را از روی دوش دولت آمریکا می‌برداشت. امیدوار هستم که این پروگرام به زودی در آینده باز شود. ریبلی بروس یکی از افرادی است که دچار اضطراب شده است. این مشاور بحرانی که از خانه برنگ حلوایی روشن در جنوب فلوریدا کار می کند از اسکان بیش از 30 نفر از هایتی، اوکراین و کیوبا حمایت کرده است. او میخواست به آنها نشان دهد چگونه شکوفا شوند، نه اینکه همیشه در حالت بقا باشند. او میگویند این وضعیت ما را نیز در برزخ قرار داده است، زیرا نمیتوانیم به برخی از سوالات پناهجویانی که حمایت میکنیم پاسخ دهیم. نمیتوانیم مانند قبل با آنها دلگرمی دهیم یا امید ببخشیم. رویکردهای جدید و یا نیو اپروچ چی هست دوستان؟ پروسه هیومانیتریان پارول یا برنامه بشردوستانه بیش از 7 دهه برای مهاجرانی که نمیتوانستند از مسیرهای استاندارد و یا قانونی استفاده کنند اعمال میشد. دولت بایدن این برنامه را برای اوکراینی ها گسترش داد و با برنامه دیگر به نام CHNV اجازه ورود ماهانه 30,000 نفر از کیوبا، هایتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را صادر کرده بود. هدف از این اقدام کاهش ورود غیرقانونی از مرزها از طریق ارائه مجوز کار 2 ساله بود، هرچند که این مجوز مسیر مستقیم برای شهروندی محسوب نمیشد. در همین حال مهاجران برای ورود به ایالات متحده باید از بررسی‌های امنیتی عبور می‌کردند و حامیان مالی مستقر در امریکا را می‌یافتند. سازمان غیر انتفاعی ویلکم کورپس یک پلتفرم راه اندازی کرد تا پناهجویان دارای پروسه بشردوستانه را به طور ایمن و یا به طور
امن به حامیان مالی متصل کند. وزارت امور خارجه امریکا از جنوری 2023 اجازه داد که حامیان خصوصی روند اسکان پناهجویان را از طریق برنامه ویلکام کورپس تسهیل کنند. گروه های متشکل از حداقل 5 نفر از حامیان مالی موظف بودند برای هر پناهنده حداقل $2425 تامین کنند و تعهد بدهند که امور مربوط به حمل و نقل، مسکن، آموزش و اشتغال را برنامه‌ریزی کنند. آنها می توانستند با پناهجویان تایید شده قبلی مطابقت داده شوند یا یک پناهنده خاص را نام ببرند. در همین حال آقای اد شاپیرو، یکی از حامیان اصلی ویلکام کورپس، در ایمیل گفت حمایت خصوصی به این معناست که ما از دولت یا مالیات دهندگان نمیخواهیم این هزینه را تامین کنند، بلکه میگویم بگذارید این کار را برای شهروندان، سازمانهای مذهبی، کسب و کار و دانشگاه‌هایی که میخواهند یا در برخی از موارد نیاز دارند این کار را انجام دهند یا انجام دهیم. از زمان ورود اولین گروهی از پناهجویان در جون 2023 بیش از 9000 حامی خصوصی یا اسپانسر از بیش از 4500 پناهنده استقبال کردند. تهیه‌گرین خصوصی و همچنان gofundme.org نیز یک صندوق مالی برای کاهش موانع اقتصادی ایجاد کرد. ایده اصلی این برنامه این بود که حلقه های حمایتی می توانند سرمایه اجتماعی فوری ایجاد کرده و روند ادغام پناهندگان را بر روش معنادار از کارمندان دولتی تسهیل دهند. این یک ابتکار بود، واقعا برای مردم انرژی بخش بود. ماریسیسا ترونا، رئیس سازمان حامیان مالی نگران مهاجران و پناهندگان گفت برای افراد عادی، همسایگان و جوامع تا بتوانند مکانهای پذیراتری را در سراسر ایالات متحده ایجاد کنند. طرفداران این برنامه اسپانسرشیپ خصوصی یا حمایت مالی را به عنوان شکلی صمیمی از خدمات رسانی معرفی کردند که به افراد عادی اجازه میداد کار آژانس‌های اسکان را تکمیل کنند و نقش فعال در بازسازی جوامع خود ایفا کنند. و همچنان با این حال وزارت امنیت داخلی اکنون میگوید که دولت قبلی از پروسه هیومانیتریان پرول سوی استفاده کرده. هنگامی که درباره برنامه ویلکام کورپس سوال شد، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در حال بررسی است که همه برنامه‌های کمک خارجی کارآمد و همسو با سیاست اول امریکا باشد. دوستان عزیز، قسمی که قبلا بر شما گفتم، پروسه ویلکام کورپس یک برنامه بسیار محبوب در بین هر دو جناح دموکرات ها و همچنان جناح جمهوری خواه محسوب میشه. امیدوار هستم که این برنامه در آینده باز شود. و همچنان روبیو در بیانیه گفت هر دلاری که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تأمین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار آمریکا را امن‌تر میکند؟ آیا این کار آمریکا را قوی‌تر میکند؟ آیا این کار آمریکا را ثروتمندتر میکند و یا خیر؟ و همچنان در همین حال میپردازیم در بخش آخری این گزارش. یک پله ترقی به میامی. بروس همیشه مشغول کمک رسانی است. او میگوید زمانی که مشغول ملاقات با بیماران را یا تکمیل درخواست‌های کمک مالی برای سازمان غیر انتفاعی بنیاد ارزولپال در آن مدیریت امور را بر عهده دارد نیست، از گردش بردن تازه واردان در میامی لذت می برد، مانند عکاس زمستانی با بابا نوئل در یک مرکز خرید. مادرش نیز در این کار به او کمک می کند. به او گفته، به گفته آقای بروس، آنها بدون تردید فرصت را غنیمت شمردند تا به عنوان یک پله ترقی برای مهاجران عمل کنند. او توضیح داد که 10 کارمند بنیاد یک حلقه حامیان تشکیل دادند و یک پروفایل آنلاین ایجاد کردند تا مهاجران متقاضی بتوانند آن را بررسی کنند. آنها مشخص کردند چند نفر را می توانند حمایت کنند و چی معنا را می توانند ارائه دهند. این حامیان با هم در زمینه حمل و نقل، ترجمه، درخواست شغل و ثبت نام در مدارس کمک می کنند. فقط کمک های اولیه برای اینکه بتوانند روی پای خود بایستند. و همچنان بروس گفت تجربه ارزشمند اما ناپایدار.
تجربه حمایت از مهاجران برای بروس آنقدر ارزشمند بود که از طریق welcome.us به اوکراینی ها نیز برای اسکان مجدد کمک کرد. اما او میگوید که اخیراً شرایط متزلزل شده. او در وبینارها شرکت میکند تا بتواند بهترین راهنمایی ها را به پناهجویان که حمایت میکنند ارائه دهند. برخی از آنها اکنون در حال بررسی مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. یکی از این افراد فلور است که در هایتی روانشناسی خوانده و در کنار شرکت در کلاس‌های زبان انگلیسی به صورت پاره وقت به عنوان کارمند شبانه انبارداری کار میکند. او درخواست کرده که فقط با نام مستعارش شناخته شود زیرا از اخراج شدن میترسد. فلور امیدوار بود که دختر 5 ساله اش که هنوز در هایتی است بتواند با کمک بروس به او بپیوندد. در تاریخ 23 جنوری از طریق یک مترجم زبان کریولی گفت: این هفته با این اخبار حتی جرأت نمی کنم وقتی با او صحبت می کنم به چشمانش نگاه می کنم چون احساس می کنم که دارم به او خیانت می کنم. و همچنان در پایین اگر بیایم دوستا، از یوتا تا پنسیلوانیا تمام حامیان در تکاپو هستند. پس از تلاش های بیوقفه برای تصریح درخواست ها، اکنون حامیان مالی با عدم اطمینان فرایند روبرو شده اند که برخی از شرکت کنندگانی که با شرایط اضطراری پناهجویانشان مواجه شده اند در حال رایزنی با قانونگذاران برای حمایت از این برنامه هستند. برنامه هایی که به گفته آنها از حمایت گسترده برخوردارند. آنها همچنین امیدوارند که پناهجویانشان در معیارهای نامشخص مورد به مورد که اکنون بر اساس آنها اجازه ورود صادر می شود قرار بگیرد. کلایدی ویکفیلد 72 ساله این ماه به واشنگتن دی سی پرواز کرد به امید اینکه دفاتر نمایندگانش بتواند کمک کند. این معلم بازنشسته که خود را فردی با گرایش محافظه‌کار اما انعطاف پذیر توصیف می کند، پس از تدریس مجازی زبان انگلیسی به خواهر یک خانواده افغان تصمیم گرفت که حامی آنها شود. ویکفیلد گفت که او فرد بزرگ و تاثیرگذار نیست، فقط میخواست به ندای ایمان مورمونی خود پاسخ دهد و به نیازمندان آرامش دهد. او تعطیلات را صرف یافتن مسکن و انجام تنظیمات نهایی کرد. وسایل خواب و وسایل لوازم ضروری که توسط اعضای کلیسای او خریداری شده اند اکنون در یک انبار نگهداری می شود. خانواده‌ای که او حمایت می کرد فقط حدود 1 ماه با پرواز به امریکا فاصله داشت، اما به گفته ویکفیلد دستور اجرایی جدید همه چیز را متوقف کرد. او گفت این واقعا ناامید کننده بود، اما او همچنین امیدوار است و من از او الهام میگیرم. من هم به امیدواری ادامه خواهم داد. و در اخیر انتظار در پنسیلوانیا. چاکیو 78 ساله گفت که تحت فشار فزاینده قرار دارد تا والدین 3 خواهر و 2 برادر یک پناهجوی افغان را از پاکستان به فیلادلفیا بیاورد. پیو که مستقل از نظر سیاسی است، در ماه جولای گذشته یک گروه 2 حزبی از ولکم کورپس را تشکیل داد که شامل یک حامی ترامپ نیز میشد. او گفت که خانواده مورد نظر ساعتها در سفارت امریکا در اسلام آباد مصاحبه شدند و در نوامبر تحت معاینات پزشکی قرار گرفتند. او همچنین تمام هزینه‌های مورد نیاز پس از ورود خانواده 7 نفره را تامین کرد. در جنوری امسال پیو و تیمش تلاش های خود را 2 چندان کردند زیرا احساس می‌کردند که بسیار نزدیک به هدف هستند. اما او اکنون انتظار دارد که خانواده برای آینده نامعلوم در بلا تکلیفی بماند. پیو گفت اگر روزی بتوانم در فرودگاه از این خانواده استقبال کنم، آن روز یکی از بهترین روزهای زندگی من خواهد بود. دوستان عزیز، این خبر از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس در بخش امور بشردوستانه و سازمانهای غیر انتفاعی از طریق همکاری AP با The Conversation US با حمایت مالی بنیاد لیل اندوومن INC انجام می شود. APA مسئولیت کامل این محتوا را بر عهده دارد. برای مشاهده همچنان میتونید برای امی لینک دوستا کلیک بکنید.
دوستان عزیز، قسمی که ما از این مقاله تحلیل و تجزیه بکنیم یعنی پروگرام ویلکم کورپس و یا پروگرام حمایت مالی، یک پروگرام بسیار خوب و یک پروگرام بسیار تاثیرگذار هستند که تعداد زیادی از آمریکایی ها از این پروگرام حمایت میکنند. امیدوار هستم که افغان هایی که در این پروگرام ثبت راجستر هستند بتوانند روزی از طریق حامیان مالی به امریکا برسند و با آنها دیدار داشته باشیم. تشکر از اینکه ویدیو را دیدین. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.